همونطور که در شبکه‌های اجتماعی برای خودمون عکس پروفایل قرار میدیم، در فضای متاورس هم آواتارهای سه‌بعدی قرار هست نمودی از کاراکتر ما در فضای متاورس باشن. سلام، من علیرضا هستم و قراره توی این پادکست راجع به آواتارها و نحوه ساختشون و اهمیتشون و ویژگی‌هاشون و قوانینی که احیانا بر ساخت این آواتارها باید نظارت بکنه با همدیگه صحبت بکنیم. با من همراه باشید. در اغلب بازی‌های کامپیوتری شما قبل از ورود به بازی، قبل از ورود به فضای اصلی بازی، نیاز دارید که یه شخصیتی توی اون بازی انتخاب بکنید. اون شخصیت آواتار شما خواهد بود در اون بازی. حالا اون بازی میتونه یه بازی اکشن باشه، میتونه یه بازی سوم شخص باشه، میتونه یه بازی هیجانی باشه، میتونه یه بازی مسابقه‌ای باشه. شما برای خودتون یک کاراکتر سه‌بعدی که داخل بازی از قبل تهیه شده و از قبل آماده شده رو انتخاب میکنید و با استفاده از اون کاراکتر سه‌بعدی که همون آواتار هست توی محیط بازی فعالیت میکنید. اون کاراکتر نمادی از شما داخل اون بازی هست. همونطور که گفتیم در فضای متاورس هم فضا به همین صورت هست و شباهت‌هایی با همون عکس پروفایل ما در شبکه‌های اجتماعی داره، با این تفاوت که آواتارها در فضای متاورس قرار پا رو خیلی فراتر از عکس‌های دو بعدی که ما در شبکه‌های اجتماعی از خودمون منتشر می‌کنیم بگذارن. آواتارها در فضای متاورس قرار هست نشون دهنده پرسونالیتی ما، نشون دهنده شخصیت ما و کاراکتر ما و حتی ایموشن ما و احساسات ما باشن. آواتارها در فضای متاورس قرار هست که به شما خلاقیت بدن، قرار هست که به شما اجازه کاستومایز شدن بدن. کاستومایز شدن یعنی اینکه شما آواتارتون رو به اون شیوهی که خودتون مایلید سفارشی سازی بکنید. قدتون رو، رنگ موتون رو، نوع لباستون رو، حتی اکسسوری هایی که استفاده میکنید رو میتونید داخل آواتار خودتون در فضای متاورس شخصی سازی بکنید و این آواتار به شکل سه‌بعدی در فضای متاورس حرکت میکنه، راه میره، میشینه، سوار ماشین میشه، میره سر کار و این در واقع نمودی از شما هست در فضای متاورس. خلاقیتی که کاراکترهای سه‌بعدی و آواتارها در فضای متاورس به ما میدن، خوبیش اینه که ممکنه در دنیای واقعی خیلی امکان پذیر نباشه، حالا به خاطر محدودیت‌های فرهنگی یا بعضی از محدودیت‌های اجتماعی که در دنیای واقعی وجود داره. شاید شما نتونید دقیقاً به همون شکل ظاهر بشید، ولی میتونید در فضای متاورس اون خلاقیت رو روی کاراکتر خودتون پیاده بکنید و کاراکتر شما نمادی بشه از اون شخصیتی که شما دلتون میخواست در فضای مجازی، در فضای واقعی داشته باشید. در حوزه عکس هایی که افراد در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا مثل اینستاگرام یا مثل پیام رسان‌های بین‌المللی دیگه برای خودشون استفاده میکنن، یک اثر روانشناسی خیلی جالبی کشف و شناسایی شده به اسم پروتئوس افکت، اثر پروتئوس. توی این اثر پروتئوس گفته میشه که علی‌رغم تصور عموم که مردم خیال میکنن شخصیت انسانها روی عکسی که برای پروفایلشون انتخاب میکنن تاثیر میذاره، یه اثر معکوسی هم مشاهده شده. اثر معکوس یعنی چی؟ یعنی همون عکسی که شما از خودتون در فضای مجازی روی پروفایلتون میگذارید، اون هم اثر میگذاره روی نحوه تعامل شما با افراد در دنیای واقعی. یعنی این اثر کاملا اثر دو طرفه هست. هم شخصیت ما در دنیای واقعی تاثیر میذاره بر عکس پروفایل ما در فضای مجازی و هم اون عکسی که ما برای خودمون در فضای مجازی میذاریم، پروفایلمون انتخاب میکنیم، میتونه واقعا تاثیرگذار باشه بر عملکرد ما در دنیای واقعی. یعنی اثبات شده که افراد تلاش میکنن عملکردشون، شخصیتشون، اکتشون در دنیای واقعی هی نزدیکتر بشه و همراستا بشه با اون چیزی که عکس پروفایل خودشون در فضای مجازی نشون میده. خب همین موضوع کاملا در خصوص آواتارها در دنیای متاورس هم صدق میکنه. مثلا یه نفر که یه آواتار خیلی
مقتدر و مستقل از خودش به نمایش میگذاره در فضای متاورس، به احتمال زیاد یک شخصیتی هست با اعتماد به نفس خیلی بالا. یا یه نفر که مثلا یه آواتار خیلی با نمک و با مزه برای خودش انتخاب میکنه، این به احتمال زیاد در دنیای واقعی هم یک آدم خیلی فرندلی، خیلی با روابط اجتماعی بالا، خیلی شوخ طبع و احتمالا آدم بازیگوشی هم هست. یعنی این چیزی که ارتباطی که بین عکسای پروفایل و شخصیت‌های واقعی آدم‌ها در دنیای واقعی شناسایی شده، قطعاً همین ارتباط بین آواتار افراد در دنیای متاورس و شخصیت واقعیشون در دنیای واقعی هم وجود خواهد داشت. یه شباهت دیگه ای هم که بین آواتارها در دنیای متاورس و عکس پروفایل در فضای مجازی وجود داره اینه که هر دوی اینها تأثیر میذارن روی جذب کردن افراد دیگه به سمت ما. واقعا اثبات شده که عکسی که شما برای پروفایل خودتون در فضای مجازی انتخاب میکنید میتونه دافعه داشته باشه برای کاربران دیگه یا جاذبه داشته باشه. در دنیای آواتار، در دنیای متاورس هم همینطوره. اگر شما یک آواتار خیلی گرم و خیلی جذاب از خودتون به نمایش بذارید، افرادی که در دنیای متاورس دارن با آواتار خودشون میگردن، خود شما رو که نمیبینن، آواتار شما رو در فضای متاورس میبینن. در این صورت احتمال اینکه اونها به آواتار شما جذب بشن و بخوان با شما ارتباط برقرار کنن بیشتر میشه. خب ما همین رو در خصوص ظاهر افراد، اپرنس افراد در دنیای واقعی هم داریم دیگه. در دنیای واقعی هم خب وقتی شما یک نفر رو میبینید که خیلی خوش اخلاقه، خیلی جذاب لباس پوشیده، خیلی انسان با شخصیتی هست، بیشتر جذبش میشید تا یک آدمی که مثلا درونگرا هست، اخمو هست، تو خودش هست و یه گوشه‌ای نشسته. خب دقیقاً این اثر از دنیای واقعی به عکس پروفایل ما در فضای مجازی منتقل میشه و به آواتار ما در دنیای متاورس هم منتقل میشه. پس ببینید واقعاً آواتارها پا رو فراتر گذاشتن از عکس پروفایل ما در فضای مجازی. یک تصویر همه جانبه، یک تصویر سه‌بعدی از ما به نمایش میذارن که این تصویر سه‌بعدی واقعا میتونه پتانسیل این رو داره که نماد خیلی کاملی از شخصیت ما در دنیای مجازی، در دنیای واقعی باشه. نمودی از این شخصیت در دنیای واقعی میشه همون آواتار در فضای متاورس. یه نکته‌ای که دلم میخواد تو این پادکست بهش اشاره بکنیم، بحث نقش تکنولوژی در ساخت این آواتارها هست. ببینید همین الانش هم تکنولوژی هایی مثل هوش مصنوعی AI و موشن کپچر خیلی دارن کمک میکنن به ساخت این کاراکترهای سه‌بعدی. خب هوش مصنوعی رو که میشناسیم و شما امروز میتونید با نوشتن، با تایپ کردن به هوش مصنوعی بگید که چی میخواید و چه تصویری میخواید به نمایش گذاشته بشه. یا مثلا توی هوش مصنوعی ادوبی، توی نرم افزار فتوشاپ، فرضاً میخواید نور یک تصویر رو کم بکنید یا زیاد بکنید، یا مثلا تصویر در روز گرفته شده، شما میخواید یه کاری کنید که انگار این تصویر در غروب آفتاب گرفته شده. خب قبلا به شکل دستی این کار باید انجام میشد، ولی الان از طریق هوش مصنوعی شما مینویسید برای فتوشاپ که نور این عکس رو به گونه‌ای تغییر بده که انگار این عکس در غروب آفتاب گرفته شده و فتوشاپ توی چند ثانیه این کار رو برای شما انجام میده. خب این نقش هوش مصنوعی در ساخت آواتارها در دنیای متاورس قابل انکار نیست، ولی موشن کپچر هم همین نقش رو ایفا میکنه. موشن کپچر معمولا توی ساخت انیمیشن ها استفاده میشه. وقتی که میخوان یک کاراکتری رو، حالا چه انسان چه حیوان، مثلا شبیه سازی بکنن، خب یه سنسورهایی به اون انسان یا به اون حیوان در دنیای واقعی وصل میکنن و ازش میخوان که حرکت کنه، راه بره، بدوه، یا مثلا اگر پرنده یه پرواز بکنه و بعد این سنسورها دقیقاً حرکت این پرنده یا این حیوان یا این انسان رو ضبط میکنن از جنبه‌های مختلف و به نرم افزار منتقل میکنن و بسیار بسیار کمک دهنده هست که اون انیمیشنی که ساخته میشه، اون کاراکتری که از این شخص، حالا یا انسان یا حیوان، توی این انیمیشن ساخته میشه بسیار نزدیک باشه به نحوه موشن و نحوه حرکت این شخص در دنیای واقعی. خب دقیقاً این دو تا تکنولوژی، یعنی AI و موشن کپچر، دست به دست هم دادن و کمک کردن به خلق آواتارها در فضای متاورس. یعنی شما میتونید آواتار خودتون رو بسیار 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 نزدیک به خودتون خلق بکنید در فضای متاورس. راه دور نریم، حالا متاورس که یه مقدار
زمان میبره تا عمومی بشه و این چیزایی که ما داریم میگیم مصداق عملی پیدا کنه. ولی همین الان توی نرم افزارهایی مثل VR چت یا مثل اسنپ چت یا مثل توی خود اینستاگرام، اینها اجازه دادن که شما آواتارهایی در کنار عکس پروفایلتون یه سری آواتارهایی هم برای خودتون بسازید. اون آواتاری که برای شما ساخته میشه خیلی شبیه به عکس پروفایل خودتون هست. شاید تجربهشو تا الان داشته باشید. همین الان مثلا اینستاگرام این اجازه رو میده که شما در کنار عکس پروفایلت، عکس واقعی پروفایلت، یه عکس مجازی هم داشته باشی، یه نمود کارتونی از خودتون داشته باشید که به اون میگه آواتار. و وقتی که شما این آواتار رو میخواید خلقش بکنید، بسیار بسیار شبیه به لحاظ ظاهر و چهره به اون عکس واقعی که شما از خودت برای پروفایلت گذاشته بودی. در واقع یک تبدیل کارتونی، تبدیل از واقعیت به کارتون اینجا اتفاق میفته. به نظر من آواتارها در دنیای متاورس نهایت تلفیق هنر و تکنولوژی هستند. یعنی هنر و تکنولوژی وقتی دست به دست هم بده که یک تصویر سه‌بعدی از شما بخواد در یک دنیای فرضی، در یک دنیای مجازی خلق بکنه، میشه همین آواتارها در دنیای متاورس. و یه نکته دیگه هم که ذیل همین تیتر میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که به نظر من خود آواتارها هم در دنیای متاورس میتونن توکنایز بشن. حالا واژه فارسی تا الان من براش ندیدم، شاید بشه گفت تبدیل به توکن بشن. منظورم اینه که تبدیل به یک دارایی بشن، یه دیجیتال اسست میشن، یه دارایی دیجیتال میشن. یعنی تحت مالکیت شما در میاد آواتار شما و شما میتونید این رو از طریق NFT حالا یا به فروش بگذارید. خیلی جالبه، مثلا شما آواتاری رو که از نظر دیگران جذابه و ممکنه مشتری براش پیدا بشه و رقم بالایی هم براش پرداخت کنه، آواتارت رو به عنوان یک دارایی به فروش میگذارید. حالا اینها احتمالاتی هست که ممکنه اتفاق بیفته. برداشت خودم رو، تصور خودم رو از آینده متاورس دارم براتون میگم. خود این آواتاری که شما انتخاب میکنید به عنوان یک دارایی میتونه تحت تملک شما در بیاد، خرید و فروش بشه و با اجازه خود شما مورد تجارت قرار بگیره. این هم نکته‌ای هست که راجع به آواتار خیلی مایل بودم بگم توی این پادکست. اما یه شاخه اصلی کار که حیفه که توی این پادکست بهش پرداخته نشه، بحث چالش ها و نگرانی هایی هست که در زمینه آواتارها در دنیای متاورس ممکنه به وجود بیاد. به نظر من توی جستجوهایی که انجام دادم چند تا چالش پیدا کردم که میتونه اتفاق بیفته. یعنی به نظر من این چالش ها قطعا در حوزه آواتارها در دنیای متاورس در آینده اتفاق خواهد افتاد و شرکت متا به عنوان بنیانگذار اصلی دنیای متاورس با این چالش ها مواجه خواهد شد و به نظر من از همین الان داره فکر میکنه به این چالش ها. اولین چالشی که پیش خواهد اومد بحث پرایویسی و بحث فضای خصوصی افراد در این بحث متاورس و آواتارشون هست. منظورم چیه؟ منظورم اینه که تک تک حرکاتی که آواتار شما در دنیای متاورس انجام میده ثبت و ضبط میشه. نحوه حرکت کردنش، ایموشن و احساساتی که در این آواتار خودش رو نشون میده، حتی اکت صورت شما، نحوه تعامل شما با افراد. خب این یک کاراکتر سه‌بعدی دیگه و این کاراکتر سه‌بعدی در دنیای متاورس داره حرکت میکنه. بنابراین تمام اطلاعاتش جزء به جزء، قدم به قدم در دنیای متاورس داره ثبت و ضبط میشه. خب این میتونه اطلاعات بسیار خصوصی باشه و اطلاعات البته بسیار ارزشمندی هم باشه. دیتای این اطلاعات میتونه به فروش برسه برای یک شخص یا برای مجموعی از اشخاص در متاورس، ممکنه ازش استفاده غیر اخلاقی بشه. بنابراین این یه چالشی که وجود داره و اگر اون شرکت متا یا شرکت‌های زیر مجموعه‌اش که مسئولیت حفظ این اطلاعات خصوصی رو در خصوص آواتارها دارن نتونن خوب عمل بکنن، چالش‌های خیلی بزرگی پیش میاد. هیچ کی دلش نمیخواد که اطلاعات خصوصیش و اینکه در دنیای متاورس دقیقاً ثانیه به ثانیه، قدم به قدم چیکار کرده، کجاها رفته، چه گام‌هایی برداشته، چه ارتباطاتی گرفته، چه فعالیت‌هایی داشته، در اختیار عموم قرار بگیره. خود ما تو دنیای واقعی هم اصلا دلمون نمیخواد این اتفاق بیفته. خب ببینید این اتفاق قبلا هم افتاده. مثلا همین فیسبوک که الان به همراه واتساپ و اینستاگرام و اینا دیگه همه جزوی از متا هستن، در سال 2016 یه تعامل تجاری داشته بود با یک شرکتی به اسم شرکت کمبریج آنالیتیکا.
داستان هم این بود که فیسبوک اومده بود اطلاعات میلیون ها کاربر خودش رو به شکل مخفیانه فروخته بود به این شرکت کمبریج آنالیتیکا که این شرکت چیکار کنه؟ این شرکت بیاد از اطلاعات افراد استفاده بکنه، پروفایل های روانشناسی اینها رو استخراج بکنه و ازش استفاده بکنه در تبلیغاتی که در انتخابات 2016 ریاست جمهوری آمریکا قرار بود استفاده بشه. خیلی مهمه دیگه، واقعا تو اون فضاهای انتخاباتی کاملا تحلیل میشه که چطور تبلیغ بشه و چه فضایی پیش بیاد، که چه جوی پیش بیاد که افراد متمایل بشن به اینکه به یک کاندیدای خاص رأی بدن و برای هر کدوم از افراد در هر منطقه‌ای از کشور، در هر منطقه‌ای از جامعه چه روش‌ها و چه تبلیغاتی جواب میده. خب شما اگر دیجیتال تریس یعنی رد پای اینترنتی افراد رو در فیسبوک یا در هر شبکه اجتماعی دیگه‌ای داشته باشی، خیلی راحت میتونی اطلاعات روانشناسی، پروفایل روانشناسی این افراد رو استخراج بکنی از طریق روش‌هایی مثل وب ماینینگ یعنی وب کاوی یا متن کاوی یا چیزایی که حالا در حوزه ماینینگ هست. خیلی راحت شما میتونی اطلاعات خصوصی افراد رو استخراج بکنی و دقیقاً تبلیغاتی انجام بدی که رو این شخص یا رو این بخش از جامعه اثر میگذاره. خب این کار رو به شکل غیرقانونی انجام داده بود و در سال 2018 این موضوع لو رفت و دادگاهی شد شرکت فیسبوک. همین الان هم اگر توی گوگل سرچ بفرمایید فیسبوک کمبریج آنالیتیکا در سال 2018 اینو براتون میاره و داستانشو کامل براتون میگه. خب چون قبلا سابقه داشته در دنیای واقعی، طبیعتاً این نگرانی پیش میاد که در دنیای متاورس هم همین اتفاق بیفته، منتها این بار از طریق آواتارهای افراد و در یک مقیاس خیلی عظیم‌تر، گام به گام، قدم به قدم فعالیت‌های آواتار شما در دنیای متاورس در حال ثبت و ضبط شدن هست و پرایوسی و خصوصی موندن این اطلاعات چالش اولی هست که متاورس باهاش مواجه خواهد شد. دومین چالشی که حتم دارم تا همین جای پادکست قطعاً به ذهن شما هم خطور کرده، بحث صحت سنجی آواتارها در دنیای متاورس هست. منظورم از صحت سنجی چیه؟ منظورم از صحت سنجی دو تا چیز هست. اول اینکه ما بدونیم این آواتاری که الان از جلوی چشم ما رد شد توی مثلا دنیای متاورس یه آدم واقعیه، نه یه هوش مصنوعی که اصلا وجود خارجی نداره. متوجه شدید؟ منظورم اینه که هر آواتاری که ما در دنیای متاورس می‌بینیم وصل باشه به یه انسان، یعنی بدونیم یه انسان داره این آواتار رو هدایت میکنه و انگار داریم با یه انسان واقعی صحبت میکنیم. وسط آواتارهایی که مربوط میشن به دنیای واقعی، به انسان‌های واقعی، یه وقت ربات‌ها و آواتارهای الکی که توسط هوش مصنوعی ساخته شده نباشن. یه وقت من نرم تو دنیای متاورس با یه آواتاری ارتباط بگیرم که پشتش هیچ انسانی نیست و کاملا توسط هوش مصنوعی هدایت میشه. یکی این منظورم هست، بحث صحت سنجی آواتارها. و یکی هم این که من از کجا بدونم که آواتاری که این شخص واقعی، حالا فرض کنیم هوش مصنوعی هم نباشه، یه شخص واقعی این آواتار رو برای خودش انتخاب کرده، این آواتار قابل اعتماده تا چه حد نمود واقعی و بازتاب واقعی از این شخص در دنیای واقعی هست. خب ببینید دست افراد چقدر بازه بابت اینکه آواتار خودشون رو هر جور دلشون خواست دستکاری کنن، کاستومایز بکنن. هیچکی نمیاد یه آواتار زشت از خودش به نمایش بذاره دیگه. احتمالاً همه آواتارهای خیلی خوشگل، خیلی خوش‌اندام، خیلی خوش‌تیپ، بهترین رنگ مو، بهترین قد، بهترین رنگ چشم، بهترین چیزو برای خودشون انتخاب میکنن. دنیای متاورس برای این مورد چه فکری خواهد کرد؟ یه چیزی که واقعاً تفاوت‌ها رو رقم میزنه در دنیای واقعی همین تفاوت‌های واقعی انسان‌ها هست. قدشون هست، رنگ پوستشون هست، نحوه بیانشون هست، نحوه صحبت کردنشون، نحوه لباس پوشیدنشون. به نظر من یکی از چالش‌های متا این خواهد بود که یه ترتیب اتخاذ کنه که این صحت سنجی بشه، یعنی افراد هر جور دلشون خواست نتونن آواتار خودشون رو دستکاری بکنن. حالا یکی از جذابیت دنیای متاورس شاید همین باشه که شما یه مقدار آزادی عمل داشته باشی، بتونی آواتار خودت رو دستکاری بکنی، ولی از اون طرف یه چارچوبی هم باید فراهم شه که یه وقت یه آواتار خیلی پرت، خیلی عجیب غریبی که هیچ ارتباطی به شما نداره، هیچ شباهتی به شما نداره رو برای خودت در دنیای متاورس خلق نکنی. خب همین الان هم برای اون جنبه اولش در دنیاهای غیر متاورس، در فضای مجازی، راههای اندیشیده شده. مثلا شما وقتی که میخواید وارد شبکه‌های اجتماعی بشی، بحث تو استپ وریفیکیشن مطرح هست، یعنی
میگه یه شماره موبایل بده تا من یه کد ارسال بکنم به موبایلت و بدونم که تو یک انسان هستی، یه آدم واقعی هستی، ربات نیستی. پس برای اون قسمت اول صحت سنجی آواتارها میشه یه فکری کرد خیلی راحت که هر آواتاری نشون دهنده یه انسان باشه، نه یه هوش مصنوعی الکی. ولی اون قسمت دومش به نظر من مهمتره، اینکه آواتارها قابل اعتماد باشن، اینکه آواتارها تا حدود زیادی شباهت داشته باشن به اون انسان واقعی که در دنیای واقعی این آواتار رو ساخته. این هم چالش دوم در حوزه آواتارها. چالش سومی که در بحث آواتارها در دنیای متاورس پیش خواهد اومد، به نظر من بحث حقوق مالکیت روی این آواتارها هست. ببینید هیچ کس دلش نمیخواد اون آواتاری که با زحمت زیادی برای خودش ساخته مشابهش جای دیگه هم پیدا بشه و بعد شما تو خیابون که راه میری ببین یه نفر دیگه یا 2 نفر دیگه یا چند نفر دیگه با همین آواتار شما دارن توی خیابون راه میرن. هر آواتار بایستی یونیک باشه، یعنی باید کاملا نسخه یکتا داشته باشه، متعلق به یک نفر باشه کاملا. بنابراین وقتی یه آواتاری کاستومایز شد، خلق شد و بعد نهایی شد، ثبت نهایی شد به نام یک نفر، به نام یک انسان واقعی در دنیای متاورس، این دیگه باید حقوق مالکیتش متعلق به این انسان باشه، مگر اینکه خودش بعد تصمیم بگیره به طور کاملا قانونی این آواتار خودش رو منتقل بکنه به یه نفر دیگه، بفروشه مثلا به یه نفر دیگه، اون بحثش جداست. ولی اینکه من اطمینان داشته باشم این کاراکتر من در دنیای متاورس کاملا تحت مالکیت خودمه، به سرقت نمیره، ازش استفاده غیر قانونی نمیشه، استفاده مجرمانه ازش نمیشه، نیاز به قانونگذاری های کاملا دقیق و فنی در حوزه متاورس خواهد داشت. و چهارمین و آخرین چالشی که در حوزه آواتارها به نظر من وجود خواهد داشت، بحث عدم دسترسی برابر افراد مختلف در متاورس به آواتارهای مختلفه. ببینید منظورم اینه که هر کسی نتونه هر آواتاری که دلش میخواد رو انتخاب کنه. بعضی این آواتارها بیان پولی بشن و باز شدن بعضی از این ویژگی ها داخل این آواتارها بستگی به میزان ثروت شما و پولی که پرداخت میکنید داشته باشه. خب همین الان هم توی بازی ها همینجوره دیگه، خیلی از آواتارها توی بازی ها قفله، یعنی شما باید چند مرحله بری جلو، اون پول مجازی رو توی اون بازی به دست بیاری و بعد همون پول مجازی رو تو همون بازی خرج بکنی تا یه آواتار جدید برات باز بشه. خب اگرچه ممکنه به نظر طبیعی بیاد و بگیم خب آقا متاورس هم بالاخره میخواد کسب درآمد بکنه از این طریق و تجارت خودش رو داشته باشه و اینها، ولی به نظر من این باعث میشه این نابرابری هایی که ما الان تو دنیای واقعیمون داریم از این طریق به دنیای متاورس هم منتقل بشه. ما دلمون میخواد اگر دنیای متاورس قرار هست تجربه جدیدی رو پیش روی ما بگذاره، یک تجربه بهتر رو پیش روی ما بگذاره، نه اینکه همین نابرابری هایی که ما در دنیای واقعی میبینیم و اینکه انسان ها بر اساس میزان درآمدشون از همدیگه تفکیک میشن و ویژگی های خیلی لاکچری مربوط به افراد خیلی پردرآمد میشه، همینا بیاد منتقل بشه به دنیای متاورس. البته نمیشه جلوشو گرفت، لاجرم منتقل میشه، ولی امیدوار هستیم که در یه مقیاس کوچیک‌تر و با یه فیلترهایی منتقل بشه به دنیای متاورس که این دنیای متاورس یه مقدار لذت بخشتر باشه، یه مقدار شبیه بشه به اون مدینه فاضله‌ای که بشر همیشه دنبالش بوده و این نابرابری ها، این چیزای بد و منفی که در دنیای واقعی ما الان داریم میبینیم به همین شکلی که هست لااقل به دنیای متاورس منتقل نشه و افراد بتونن دسترسی برابری به حقوق مختلف توی متاورس داشته باشن، از جمله به آواتارها. خیلی خیلی متشکرم که تا اینجای پادکست با من همراه بودید. من علیرضا هستم و تلاش میکنم هر هفته یک پادکست در حوزه متاورس و اینکه در آینده متاورس به چه سمت و سوی خواهد رفت و زندگی های ما رو چطور تحت تاثیر قرار خواهد داد برای شما منتشر بکنم. اگر علاقه دارید که از پادکست های بعدی ما مطلع بشید، ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب بکنید. مراقب خودتون باشید، شاد باشید، خدا نگهدار.